چند سال اینجا تقریبا به سوئد بوده به برق ای همون دوره اومدگی ما یک تخمین 25 سال شد و 24 سال شد. این ساکنی 70 ساله غرم از یک حصه عمر خود را در ببرقی گذرانده است. با سبب دوری از مرکز 2 مرتبه در این دهه نیروگاه خرد خودساخت بنیاد شد ولی سیل آن را برد. ببرقی زندگی به این هم مشکلی ساکنان را دوچند کرد. دهه پینگون که در مسافه 40 کیلومتر دور از مرکز رشت جایگیر است، بار اول با خط دائمی برق کشور پیوست گردید. پیشتر نبود نیروی برق. این حال خیلی خوب شد که در دهه ما با خط نیروی بلندشدت برق تامین است. خیلی مردم استفاده میبرن نیروی برق. خیلی جمله مکتب، های فرزندان هم نقص خوب شد. شورایی نبود؟ نه نبود. با کمک مالی سازمان امنیت همکاری در اروپا و حکومت نروژ با مبلغ 230,000 سومانی این دهه به خط دائمی جمهوری پیوست شد. So it has it's a very small village, yeah, compared to the other ones where more. پینگون یکی از دهه‌های دوردست بود که مردم از ببرقی تنقیسی می‌کشیدند. غیر از این در این دهه یک وقت نیروگاه خرد ساخته شد که آب آن را برد. پل دهه هم با سبب‌های سیل زیاد تخریب شده بود. برای همین ما با شریکانمان تصمیم گرفتیم لایحه را کمی تغییر داده به جای ساختن نیروگاه آبی خرد این دهه را به خط یگانه برق پیوست نماییم. And therefore then basically we shifted towards connecting rather than reconstructing the microhydro. دهه پرواق یکی از دیگر دهه‌هایی است که با سبب دوری از مرکز ناحیه مشکلی به برقی داشت. این نیروگاه 60 کیلووات با مبلغ $60,000 دوباره از نو سازی شده است که هنگام صدمه یا خاموش شدن برق دهه را با روشنایی تامین میکند. تا به همین روز این افکار 3-4 زمستون شد 88 اوله و ما از برق تامین کرده شدیم که نه کم از 5 لامپچکا استفاده میبرن. تجهیزات های برقی را از 1 کیلووات 1.5 کیلووات زیاد شد ما اجازه نمیدیم. همزمان کمکی فعالانه با کمک سازمان امنیت همکاری در اروپا و حکومت نروژ 3 دهه ناحیه رشت با مبلغ حدود 1 میلیون سومانی با برق تامین شدند. از روی آمار برق تاجیک حالا در تاجیکستان بیشتر از 700 چنین دهه‌هایی است که تا به حال برق به آنجا نرسیده است. ولی مسئولان برق تاجیک میگویند نهاد آنها وظیفه‌دار نیست کشیدن خط برق را تا دهه تامین کند. شرکت تامین کننده برق، شرکت ساختمانی پیش در رسپوبلیکا مثلا برق تاجیک وجود داشت بود. شرکت تاجیک انرژی بود. حالا اون فونکسیون ما نداریم. اینا باید همین مثلا همین در ناحیه واسه باشد یا وقت باشد خود همون ناحیه باید همون لایحه را تیار کند. همراه بکشه موبایل فقط با برق پیوست می‌کنه. تاجیکستان به گفته کارشناسان منطقه مساعد استحصال انرژی آبی است و در دهه‌های دوردست به برق در رودخانه‌ها نیروگاه خرد برقی ساخته می‌شود. برای ساختن چنین منبع انرژی مبلغ زیاد صرف می‌شود. مبلغی که دائم نمی‌رسد. شادمان یتیم، اسکندر فیروز، رشت آزادی.